جناب دکتر، بعضی از دوستان اینو مطرح میکنن که چرا طالبا نمیان، یعنی این حکومت رو به شکل واضح برای مردم بیان نمیکنن که این حکومت چی است. حکومت دیکتاتوری است، حکومت شوراست، حکومت اهل حل و عقد است، وظایف امیرالمومنین، وظایف حکومت. شما از نزدیک رفتید، میگن که یعنی اقشار مختلف ملت در این حکومت نقش ندارند، دیده نمیشوند، تعداد اندکی هستند که دارن تصمیم میگیرن برای یک ملت. راه حل چیست؟ آیا به خاطر این که مثلا این حکومت این اعمال رو انجام بده حتما باید ما سلاح به دست بگیریم، در مقابلش بایستیم، جنگ و آشوب و هرج و مرج را بندازیم، یا نه این یک مدتی است که به شکل موقت حکومت خواهند کرد و آیا برنامه هایی دارن؟ شما با مسئولین نشستین، عاقبت چه خواهد شد؟ به قول یک از دوستان میگفت که آیا ما شاهد یک نوع ولایت فقیه دیگری به شکل سنیش در افغانستان هستیم؟ چون عملا در این 2-3 سال میبینیم که یک مجلس شورایی، یک اهل حل و عقدی چیزی وجود ندارد، یک شخص تصمیم میگیرد و همه اجرا میکنن. ببینید اینها همه تبلیغاتی هست که عزیزان، برداشته هایی هست که از عزیزان دارند و سبب این برداشته ها گنگ بودن سیستم سیاسی حاکم بر افغانستان هست برای همه. اما در داخل این همچنین چیزی وجود ندارد. یعنی ما امیرالمومنین رو داریم، در کنار امیرالمومنین یک مجلس خاصی از کبار علما رو داریم، بعد از اون ولایات رو داریم، بعد از اون والیان به اصطلاح مناطق مختلف و بلوسادی ها و مناطق مختلف، بعد از اون به اصطلاح هیئت وزیران رو داریم و یک تشکلی هست. اما درست است که این تشکل شاید به اصطلاح وفق معیارهایی که در سر ما هست نیست. ببینید، از ما اصلا این برداشتی که ما از سیستم حکومت داریم همین برداشتی هست که رسانه غربی به ما داده. رسانه غربی به ما میگه که آقا چرا مثلا شما حکومت همه شمول رو در افغانستان ندارید؟ هیچ جای دنیا چیزی به نام حکومت همه شمول وجود نداره. همه جای دنیا، حتی جایی که به اصطلاح دم از دموکراسی میزنند، یک حزب هست که حکومت میکنه. حزب در انتخابات میاد، یک حزب دیگه میاد. انتخابات یکی از به اصطلاح سیستم های و ترشحات فکری انسان هست که خود غربی ها که ساختن به اصطلاح سیستم دموکراسی رو ساختن، امروز به این نتیجه رسیدن که این سیستم یک سیستم اشتباهی هست و رو به افول هست. در انتخابات به اصطلاح هزینه‌های بسیار هنگفتی از اموال بیت المال هدر میره و در نهایت کی حکومت میکنه؟ اونی که قدرت نظامی یا قدرت رسانه‌ای یا قدرت اقتصادی بیشتر داشته باشه. درست. خود در حال به اصطلاح تغییر این سیستم هست. اما ما چرا همیشه باید فکر کنیم که تنها سیستم مدیریت اون چیزی هست که در غرب هست یا در شرق هست یا فلان هست؟ و افغانستان در طول تاریخ افغانستان شما اگر نگاه کنید، افغانستان یک حکومت مشترک به عنوان به اصطلاح سلطه حاکمه واحد نداشته. یعنی حتی در زمان استعمار با وجود بودن سلطه آمریکا و سلاح آمریکا، ما یک محضره سیاسی داشتیم، یک حکومت با 2 سر. یعنی هیچ جای دنیا همچنین تصوری نمیشه که یک حکومتی باشه با 2 تا رئیس جمهور. ما در افغانستان رو این داشتیم. کل دنیا به افغانستان و به عقل آمریکایی میخندید. در افغانستان آمریکا با تمام این قدرتش نتوانست یک سر واحد رو در افغانستان حاکم کنه. جیوب قدرت در افغانستان زیاد هستند، قبایل هستند، همه اینا هستند. اولین بار هست که جیوب قدرت همه در زیر سایه لا اله الا الله با هم جمع میشن. این یک موفقیت بسیار بزرگی است در سایه سیاسی افغانستان که ما در طول تاریخ کمتر وقتی رو همچنین به اصطلاح اطاعت واحد و مرکزیت واحد رو داشتیم. استقرار این مرکزیت واحد نیاز به زمان داره. اونهایی که امروز برای افغانستان خط و نشان میکشن که چرا چنین سیستمی رو اجرا نمیکنن، فلان نمیکنن، انگار که مثلا خودشون 100 سال حکومت کردن، تجربه کاری دارن. ما هممون با همه اطیاف اسلامگرا غیر اسلامگرایی که در صحنه شرق هستیم، هیچ کسی تجربه حکومت به اصطلاح مستقل و حکومت اسلامی رو نداره.
ما تازه وارد افغانستان به اصطلاح شاهد یک نوع تغییر و تحولاتی هستیم. این تجربه نیاز به زمان داره و خود به خود ساخته میشه. هنوز افغانستان امروزی روی قوانین به اصطلاح گذشته میره. یعنی ما مثلا الان در فضای استثماراتی که مثلا من فعالیت داشتم و افراد رو تشویق میکردم، هنوز در افغانستان مثلا یه خارجی حق ملکیت جا نداره، یه خارجی نمیدونم خیلی خب یه خارجی میاد برای استثمارات، خود به اصطلاح سیستم دچار مشکل هست. درست. اما چیزی که دیدن سیستم نگاه میکنه به چی؟ به این استثمارگری که میاد، این سرمایه‌گذاری که میاد. بله. این چقدر این سرمایه گذاریش به نفع ملت افغانستان هست. وقتی که این به نفع ملت افغانستان شد، خود به خود اون سیستم حاضر هست برای این فرد به اصطلاح به خاطر این فرد برای جذب سرمایه گذار قوانین وضع بکنه. یعنی ما در مرحله قانون گذاری و ساختن قانون هستیم. همه اینها وقتگیر هست، همه اینها نیاز به صبر داره. ببینید خداوند متعال وقتی ما رو امر میکنه در سوره عصر به ما میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این عزیزانی که هی ادعا میکنن که تواصی بالحق میکنن و میکنن حق در افغانستان حاکم بشه، نیاز به تواصی به صبر دارن. ما یک به اصطلاح کنشگر سیاسی داریم و یک تماشاگر سیاسی. اون کسی که انتقاد میکنه یک تماشاگر سیاسی است، میخواد که چنین بشه چنان بشه. اما وقتی که داخل میدان میشی میبینی که نه، اجرای اون به اصطلاح خواب و خیال هایی که در سر من و شما و فلان علان هست در زمین واقع نیاز به خیلی صبر داره، نیاز به خیلی و جوامع بشری چیزی رو که باید ما درک بکنیم. جوامع بشری مثل انسان هستن. انسان کودک هست، رشد میکنه، عقلش بالا میره، پخته تر میشه و فلان. جوامع بشری اینجوری هستن. آیا هر یکی از ما به اصطلاح الان میتونیم به وضوح ببینیم طالبان قبل از 2 سال، امارت اسلامی قبل از 2 سال امارت اسلامی امروز نیست. درست. هم از نظر کارسازی، هم از نظر به اصطلاح روابط سیاسی با دیگران، هم از نظر به اصطلاح رشد اقتصادی در افغانستان. یعنی افغانستان کشوری هست که رئیس مدیر به اصطلاح اتاق سرمایه‌گذاری ایران خیلی راحت به تمام سرمایه‌گذاران ایران رو جمع کرده بود و بهشون گفت اگر میخواید در افغانستان آینده داشته باشید، برید در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنید، کارخانه هاتون رو در داخل افغانستان بزنید. افغانستان بعد از 5 سال پذیرای هیچ گونه واردات از خارج نخواهد بود. یعنی این رو من به وضوح در افغانستان دیدم. افغانی به خودش داره کار میکنه. واسه همین است که الان کسی که افغانایی که در خارج هستن تسهیلات بسیار مهمی بهشون داده شده بود. کسایی که با سرمایه گذاری $100,000 وارد افغانستان میشن، حکومت به اونها به صورت زمین میده، اون حکومت به اونها به صورت پروسه های بسیار خوبی میده، میتونن 2 تا موتور یا ماشین بدون گمرک وارد بکنن و یعنی فضای فعالیت در افغانستان بسیار بالاست. خودم رو با چشمای خودم دیدم که کشورهای مثلا مختلفی که تلاش دارن به گونه‌ای وارد افغانستان بشن. سرمایه گذاری خارجی، یعنی سرمایه گذارانی که در داخل افغانستان وارد میشن، الان کشورهای همسایه رو به وحشت انداختن. پاکستان از این وضعیت نگران هست، ایران از این وضعیت نگران هست، تاجیکستان از این وضعیت نگران هست، چون که اینها به اصطلاح راحتی و امنیت خودشون رو در مدیریت جنگ در افغانستان میدیدن. الان این جنگ تموم شده و ناامید هستند از اینی که بتونن یک جنگ سالاری جدیدی رو وارد منطقه بکنن. همه اینهایی که در خارج به کارت و پورت میکنن و دم از جنگ و جنگ سالاری میکنن، همه این به اصطلاح رهبران پوشالی در داخل افغانستان من با وضوح دیدم که اینا هیچ گونه بستری ندارن و نمیتونن و هیچی که از کشورهای منطقه جرأت این رو نداره که امروز با افغانستان به اصطلاح در افغانستان یک جنگی رو مدیریت بکنه. ازبکستان این به اصطلاح اذعان داره، تاجیکستان همچنین. یعنی قضیه تاجیکستان برای افغانستان 2 ساعت بیشتر وقت نداره. رسیدن به اصطلاح امارت اسلامی تا به تهران 3 روز بیشتر وقت نخواهد داشت. جنگجوی افغانستان یک جنگجوی متمرس هست. 20 سال با بزرگترین قدرت نظامی دنیا جنگیده. در فنون نظامی، در امکانات نظامی، برخی از مثلا قرارگاه‌های نظامی که من به اصطلاح تونستم اونها رو ببینم، اسلحه‌ای که در اختیار دارن، همه اینها رو به وحشت انداخته.
از آینده افغانستان از دید من یک آینده واقعا به اصطلاح امیدوار کننده است و کشورهای منطقه و به خصوص ایران به این نتیجه رسیدن که باید با افغانستان کنار بیان. ایرانی که امکان نداشت به افغانستان اقرار بکنه و افغانستان رو، امنیت افغانستان رو قبول کنه، الان مجبوراً به افغانستان و به کابل راه داده، به دریای به اصطلاح آزاد دسترسی پیدا کرده. امتداد ارقی و قومی افغان در داخل و در عمق ایران، در عمق افغانستان، تاجیکستان، در عمق پاکستان وجود داره. این چیزها خیلی برای به اصطلاح ملت مهم هست. ملت افغانستان امروز یک خبر اومد، حالا نمیدونم تا چه حد درست هست یا نیست، که عافیه صدیقه به عنوان دخت پاکستان، شخصیت اول محبوب دلهای پاکستانی به اصطلاح امارت اسلامی، این رو امروز در کابل استقبال کرده و از آمریکا، از دست آمریکایی‌ها به در آورده. اگر این خبر درست باشه و این خبری که در به اصطلاح در رسانه‌ها اومده بود اگر صدق داشته باشه، محبوبیت امارت اسلامی در قلب تک تک پاکستانی 100 برابر از علی جناح و از حکومت پاکستان بیشتر خواهد بود و این رو در پاکستان به اصطلاح ما به وضوح شاهدش هستیم. درست. در عموم کشورهای منطقه هیچ راه حلی ندارن مگر با اینی که با آینده افغانستان بسازند، با دولت اصلاح کنونی افغانستان بسازند. تشکر میکنم جناب. دلهوره به اصطلاح امن کردن افغانستان و این هر کسی که روش فکر میکنه به نظر من از یک به اصطلاح فردی هست که در اوهام زندگی میکنه و از نظر سیاسی هیچ گونه پختگی نداره و که بسیار عقب هست. تشکر میکنم از شما جناب دکتر نور محمد عمرا، استاد دانشگاه اسلامی اسلام آباد که با ما همراه بودید. الله مطالب کنه. سلامت سربلند باشید.